ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори 39. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. در این کتابخانه ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی و دیگر دانشمندان آن عهد به تحقیق و تدریس مشغول بودند، ولی متاسفانه پس از چندی این کتابخانه به کام آتش رفت. همچنین کتابخانه های بلخ، سمرقند، کتابخانه کتب وقفی مرو، کتابخانه ابن خزیمه در نشاپور، کتابخانه ابن حبان در بوست، کتابخانه مدرسه بیهقی در نشاپور و غیره از کتابخانه های بزرگ این عهد به شمار می رفتند. این عهد نه تنها به شکوفایی زبان ما و رواج فرهنگی گذشته ایران مساعدت کرد، بلکه به پیشرفت فرهنگ اسلامی و زبان عربی هم تا جای سازگار آمد. به این معنی که در دوره سامانیان آثار زیاد نظم و نثر عربی به قلم ابوالقاسم اسقافی، ابوعلی دامغانی، ابو نصر ابن ابی زید، ابوالفتح بوستی، ابوبکر خوارزمی، ابو نصر عتبی و دیگران تألیف گردید و بعضی از مهمترین فرهنگ های عربی از قبیل دیوان الادب ابو ابراهیم اسحاق فارابی وفاتش سال 961، تهذیب اللغت ابو منصور محمد ازهری هیروی وفاتش سال 980، المحیط صاحب ابن عباد وفاتش سال 995، الصحاح فی اللغت ابو نصر اسماعیل جوهری وفاتش سال 1007 و غیره نیز در این آوان به قلم دانشمندان ایرانی نژاد تدوین شدند. بزرگی اسماعیل سامانی و دیگر امیران بعدی سامانی باز در آن ظاهر می شود که آنان برای احیای زبان و فرهنگ پیشینیان خویش همواره سعی و کوشش به خرج دادند، ولی هرگز احیای زبان و فرهنگ ملی را به ارزش‌های دینی و فرهنگ اسلامی مخالف نگذاشتند. واقعاً سامانیان پس از ساسانیان بزرگترین خانواده ایرانی اصل
اگر از دل حصار باید کرد، جز دل من تو را حصار مباد. مهربانیت را شماری نیست، زندگانیت را شمار مباد. شاعری دیگر از امیرزادگان سامانی، آخرین نماینده این سلاله ابو ابراهیم منتصیر است که برای پایداری دولت سامانی با ترکان قرخانی و سلطان محمود غزنوی مدت 5 سالی تمام جنگ و پیکار کرد و عاقبت ناکام و برگشته بخت در بیابان مرو از جانب جنگیان قبیله عربی بیابان نشینی بهیج با تحریک ماهروی نام گماشته سلطان محمود در سال 1004 به شهادت رسید. هزار قلعه کشادم به یک اشارتی دست، بس مسار شکستم به یک فشردن پای. چو مرگ تاختن آورد هیچ سود نکرد، بقا بقای خدای است و ملک ملک خدای. وضع و حال و حقیقت روزگاری این امیر تخت گم کرده‌ای بوریان نشین از دیگر یک قطعه شعری او برملا به نظر می رسد. گویند مرا چون سلبی خوب نسازی، مأواگه آراسته و فرش ملون. با نعره گردان چی کنم لحنی مغنی، با پویه اسپان چی کنم مجلس گلشن. جوشی می و نوشی لبی ساقی به چی کار است، جوشیدن خون باید بر غیبه جوشن. اسپ است و سلاح است مرا بزمگه و باغ، تیر است و کمان است مرا لاله و سوسن. در میان وزیران و دبیران سامانی نیز شاعرانی ذواللسانین کم نبودند که به زبانهای تاجیکی، فارسی، دری و عربی شعر سرودند. یکی از چنین شاعران دو زبانه اهل سامانی ابو طیب محمد ابن حاتم مصعبی صاحب دیوان و وزیر نصر ابن احمد، حکمرانیش سالهای 914 943 بود که از استاد رودکی و دیگر شاعران دربار سامانی حمایت می کرد. از اشعار فارسی او توسط تاریخ بیهقی یک قطعه پندآموز نسبتاً مکملی عبارت از 14 بیت باقی مانده است که شاهد استعداد بلند شاعری اوست و شاعران بعدی به این قطعه نظیرهای زیاد سرودند. ما این قطعه بازمانده را که خصوصیت پند و اخلاقی دارد در زیر به پررگی نمونه می آریم.
جهانا همانا فسوسی و بازی، که بر کس نپایی و با کس نسازی. چو ماه از نمودن، چو خور از شنودن، بگاهی ربودن چو شاهین و بازی. چو زهر از چشیدن، چو چنگ از شنیدن، چو باد از وزیدن، چو الماس گازی. چو عودی قماری و چون مشتی تبت، چو عنبر سرشته یمان و حجازی. بظاهر یکی بیت پرنقش آزر، به باطن چو خوکی پلید و گرازی. یکی را نعیمی، یکی را جهیمی، یکی را نشیبی، یکی را فرازی. یکی بوستانی پراگنده نعمت، به این سخت بسته به آن نیک بازی. همه آزمایش، همه پرنمایش، همه پردرایش چو گرگی ترازی. هم از توست شهماتی شطرنج بازان، تو را مهره زاده به شطرنج بازی. چرا زیرکانند بس تنگ روزی، چرا ابلهانند در بی نیازی. چرا عمری طاووس و دراج کوته، چرا مار و کرگس زید در درازی. 100 ساله یکی مردی غرچه، چرا 63 زیست آن مردی تازی. اگر نه همه کاری تو باژگونه است، چرا آن که ناکس‌تر او را نوازی. جهانا همانا از این بی نیازی، گنهکار ماییم تو جای آزی. ناگفته نماند که هر یک زبان امکانات و توانمندی های خاص دارد. سرچشمه این توانمندی از یک سو اگر بنیادها و پایه های ساختمانی زبان باشند، از طرف دیگر وابستگی سخت به چگونگی کاربرد و استفاده تاریخی زبان دارد. برای اهل تحقیق به خوبی معلوم است که کمی یا زیادی کاربردی زبان در این یا آن ساحه باعث آن می گردد که وی در زمینه هایی که بیشتر استفاده می شود در آنها پرورش و صیقلی بیشتر یافته توانایی مخصوص پیدا می کند و شاخه یا شاخه های دیگری کم استعمالی آن سست و ضعیف می ماند. این حالت نشانه آن است که فعالیت ملت صاحب زبان در کدام رشته حیات پربارتر بوده، اندیشه و افکار و آرزوی و آرمانهای آن قوم به چی شکل در کدام قالب زبانی بیان شده است و از بین امکانات ذاتی و طبیعی زبان خود وی کدام ها را برگزیده است. زیر تأثیر همین عامل هاست که زبان طبیعت و روحیه خاص پیدا کرده در امکانات بیان هر یک شاخه کار و فعالیت فکری و فرهنگی
توانایی گوناگون حاصل می نماید. سنجیده شده است که در بسیار مورد هنگامی که دستاوردهای درخشان میراث فکری و معنوی یک زبان به زبان دیگر برگردانیده می شود، چون فضای تاریخی و فرهنگی آنها گوناگون است، چه بسا چیزهای بی نور و بی فروغ به بار می آید. مراد زمانی حاصل می شود که زبان در نوبت اول بتواند این میراث را موافق طبیعت و قانون و قاعده های خاص خود حل و هضم نموده آن را به اصطلاح خودی کند. برای مثال غالباً زبان یونانی را برای بیان اندیشه‌های فلسفی دارای توانایی خاص می‌دانند. این توانایی که در نهاد این زبان نهفته است با قلم کسانی به میان آمده است که آنها این زبان را در زمینه افکار حکیمانه بیشتر کاربست نموده و وی روح فلسفی بخشیدند. زبان عربی هم زمانی که خواست میراث فلسفی یونانی باستان را در خود هضم کند، از یک سو بنابر امکانات ساخت زبانی و از طرف دیگر بنابر فضای مساعد تاریخی و فرهنگی این میراث را موافق طبیعت خود هضم کرد و رنگ و بوی خاصی به آن بخشید که امروز آن فلسفه اسلامی نامبر می شود. از این نقطه نظر اگر به زبان مادری نظر افکنیم، خواهیم دید که به طور کلی پرورشگاه اساسی آن دامن شعر و زبان شاعرانه بوده. امکانات و توانمندی داخلی این زبان هم از این سرچشمه زایا و پایا منشأ می گیرد. از ابتدای پیدایش شعر تاجیکی به خصوص از عهد طاهریان و صفاریان و سامانیان، شاعران ما با نیروی خیال رنگین و مزین خود زیباترین و دقیق ترین عباره و لغتها را برای بیان اندیشه های شاعرانه از داخل زبان انتخاب کرده یا خود نوپردازی نموده به زبان مادری ما قدرت و توانی بیشتری افزودند. شاعران معروف عهد سامانی که بر رشد و گسترش زبان تاجیکی، فارسی، دری خدمت بی‌دریغ کرده نام خود را در صفحات تاریخ زبان و فرهنگ ما با خط زر ثبت نمودند به شرح زیرند. شهید بلخی. ابوالحسن شهید ابن حسین جهودانکی بلخی، وفاتش سال 936 937، شاعر، متکلم و حکیم مشهور عهد سامانیان بود که به دو زبان تاجیکی و عربی شعر سروده است. از شاعران این عهد دقیقی او را با ذکر لقب استاد شهید زنده بایستی یاد کرده است و استاد رودکی شهید بلخی و شاعر دیگر این دوره فرالاوی را شاعر مطلق دانسته است.
شاعر شهید و شهره فرارلاوی، وان دیگران به جمله همه راوی. و رودکی همچنین در مرگ او مرثیه سروده، دانش و خرد او را مورد ستایش قرار داده است. کاروانی شهید رفت از پیش، وانی ما رفتگی رو می اندیش. از شماری دو چشم یک تن کم، و از شماری خرد هزاران بیش. شهید بلخی در وصف امیر سامانی نصر ابن احمد، حکمرانیش سالهای 914-943 و وزیر او ابو عبدالله محمد ابن احمد جیهانی، وفاتش تخمیناً سال 922 مدحیه سروده است. از اشعار او بیشتر از 100 بیت تا زمان ما رسیده است و با توجه به مثلی مشت نمونه خیروار، همین اشعاری اندک از خرمن سرشار و طبع گوهربار او در سرودن شعر پندآموز تاجیکی فارسی گواهی می دهد. مرا بجانی تو سوگند و صعب سوگندی، که هرگیز از تو نگردم نبشنوم پندی. دهند پندم و من هیچ پند نپذیرم، که پند سود ندارد بجای سوگندی. شنیدم که بهشت آن کسی تواند یافت، که آرزو برساند به آرزومندی. هزار کبک ندارد دلی یکی شاهین، هزار بنده ندارد دلی خداوندی. تو را اگر ملیکی چینیان بدیدی روی، نماز بردی و دینار بر پراکندی. وگر تو را ملیکی هندوان بدیدی موی، سجود کردی و بتخانه هاش برکندی. به منجنیق عذاب اندرم چو ابراهیم، به آتشی حسراتم فکند خواهندی. تو را سلامت باد ای گلی بهار و بهشت، که سوی قبله رویت نماز خوانندی. شما گفتار 39 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی، در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.